پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. تن 7 گروه مردمی هستند که خداوند در روز قیامت که غیر از سایه عرش، غیر از سایه رحمت دیگر سایه نیست، این مردم از رنج عذاب قیامت خلاص میکنه و در سایه عرش یا اینکه در سایه رحمتش جا میکنه. اینها کی هستند؟ یکمش الامام العادل، یکمش امامی که عادل باشه، پیشوا، سردار و کلانتری که عدالت داشته باشه، یعنی در جمعیتش، در قومش، در زیر دستاش خیانت نداشته باشه، خدمتگار باشه، یعنی که عدالتش جاری باشه. این گروه یعنی سردار و امام و اهل علم خداوند در روز قیامت از رنج عذاب قیامت خلاص میکرده و در سایه عرش و سایه رحمت خودش جا میکرده. دیمش و شاب نشأ فی عبادت ربی، جوانی که لحظه های جوانیش در عبادت و بندگی خدا گذرانده است، جوانی که از جوانی عبادت و بندگی خدا کرده است، یعنی در بندگی خدا نشأه نما یافته است، تربیت یافته است، زندگی کرده است، حرکت کرده است، جوانیش مثل گل زیبا برین یعنی در طاعت و بندگی خدا گذرانده است. این جوانم خداوند در روز قیامت در سایه رحمتش جا میکرده. دیگرش و رجل قلبه معلق فی المساجد، جوان شخصیتی که جوان مردی که دلبستگی به مسجد داره، شخصیتی که یعنی در مسجد عبادت کردن، در مسجد نشستن، در مسجد یعنی ذکر گفتن دوست می‌داره، شخصیتی که حرکت میکنه پیش از مردم مسجد بیاید، شخصیتی که از مسجد دوری براش بسیار بد و سخت است. امروز یک برادری بزرگوارمون 2 روز نبودن در جمعیت ما، اومد خیلی غمگینی و ناراحتی کرد، گفت یک جا کار رفتم 2 روز از جماعت از مسجد دور شدم. یعنی شخصیتی که دوری مسجد براش سخت است، شخصیتی که دلبستگی به مسجد داره، این شخصیت هم خداوند در روز قیامت در سایه رحمت جا میکرده. و دیگرش و رجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه و تفرقا علیه، 2 دوست، 2 رفیقی که به خاطر خدا همدیگر دوست می‌دارند، به خاطر خدا یک جای گشتگر میکنن، هم نشینی میکنن و به خاطر خدا از همدیگر جدا میشوند و دوری میکنن. این 2 شخصیت یعنی 2 دوستی که به خاطر خدا همدیگر دوست می‌دارند، یعنی بین اونها یگان معامله و مناسبت دنیوی نیست، کسب و کار دنیوی نیست، فقط دوستی و محبت به خاطر خدا است. این 2 شخصیت هم خداوند در روز قیامت در سایه عرش جا می‌کرده. و دیگرش و رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله. شاید این جمله شما گفته بودیم. یک جوان مرد، یک جوانی که یک زنی دارنده زیبا او را طلبش میکنه، دعوتش میکنه، میگه بیا با من زنا کو، بیا با من برقص، بیا من تماشا کو. این جوان به سوی خودش میگه که من از خدا میترسم، یعنی از ترس خدا را به سوی اون زن میل نمیکنه، نگاه نمیکنه، حرکت نمیکنه. این شخصیت هم خداوند در سایه عرش جا میکرده. و رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، دیگر شخصیتی که صدقه ناآشکار میکنه، صدقه پنهانی. حتی جناب پیامبر یک مثال زیبایی آوردن، گفتن به دست راستش میدهه حتی دست چپش نمیفهمه. متاسفانه امروز بعضی برادرهای ما یک کسی یاردم کرد یا زکاتش داد یا دستگیرش کرد، در همه میره دیگه اعلان میکنه و در همه آوازه میکنه. 10 سال پس هم باشه میگه فلانی را من پول داده بودم، یاردمش کرده بودم، یعنی ثواب عملش بیکار میکنه. پیغمبر بزرگوار گفتن شخصیتی که به دست راستش صدقه کرد حتی دست چپش نفهمید. این جمله مردم هم یعنی شخصیت صدقه ناآشکار کرده، این هم خداوند در سایه عرش جا میکرده. دیگرش پیغمبر بزرگوار گفتن که و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، گفتن شخصیتی که خدا را در حالت تنهاییش یاد میکنه، ذکر میگه، از ذکر یاد خدا، از محبت و دوستی خدا یا اینکه از ترس خدا آبهای دیدش روان میشوند، گریه میکنه، یعنی که قطره های آب دیدش از ترس خدا میریزن. این شخصیت هم خداوند در روز قیامت در سایه عرش جا میکرده. یعنی که هر حتی در روایت دیگر جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که هر شخصیتی که اگر یک بار
از ترس خدا یا اینکه به خاطر خدا آب دیده ریزانده باشه، هرگز او شخصیت آتش دوزخ نمیسوزانه. یعنی که قطره آب دیده او آتش دوزخ را خاموش میکنه. این بودن برادران عزیز اون 7 گروهی که ما گفتیم که خداوند در روز قیامت از عذاب قیامت خلاص میکنه و در سایه عرش جا میکنه.